سیروجیدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت مسئله مشخص کردن مرز با قرقیزستان حل شد، اما مذاکرات جانبها سر چند مسئله دیگر ادامه دارد. یکم اینکه اویدی همون روحی که باید بین ورخ و من اسفاره ساخته شود، در اونجا چند مسئله هایی گویم که تکنیکی مانده است که باید گروه های کاری اون رو خلاصه براری کنند. غیر از این یک قطار چیزهای ابیکت های آبی هم تا حاضر گویم که زیر بررسی گروه های کاری است و خلاصه گروه های کاری طریق امضا کردن پروتکل ها حالی خاتمه نیافته است. کمیسیای بین حکومتی تعیین و علامتگذاری تاجیکستان و قرقیزستان 4 دکبر سال 2024 از پایان یافتن کار خود و به توافق رسیدن خبر دادند. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در پایان ماه ینور در صحبتش گفت که جانبها هنگام نشانه‌گذاری سرحد احتمال بعضی از شهروندان خود را می‌کشانند، اما تا امروز هر دو طرف جزئیات و زمان به امضا رسیدن سند نهایی را آشکار نکردند. کی امضا شدن این اهنامه من فکر میکنم که پیش از تمام کردن همین مذاکرات ما واضح گفتن نمیتونیم. امضا کردن با امضا رسوندن همه اهنامه وابسته است از همین چیزی که مسائلی که مانده است، مسائل تکنیکی که گروه کاری واضح اونا رو بررسی دارن. این یک. دوم، وقتی که اینا ما رو به خاتمه میرسونن با اوجا پروسیدوروی رسمیات داخلی دولتی را در دو جانب باید این حجت اساسی یعنی اهنامه گذراننده شود. همه دوره‌های گفت‌وشنود توپوگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پس درهای بسته جریان گرفته هیچ گونه تفصیلات درباره منطقه‌های بحثناک رسانه‌ای نشده است. طرف‌ها درباره آن که خط نوی مرز کدام قلمروها را به کدام کشور واگذار می‌کند نیز جزئیات ندادند. تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز دارد. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.